بینندگان افغانستان 1400 در سراسر جهان سلام. من احمد رشاد زریر هستم و با آقایان روح الله هوتک آگاه و فعال سیاسی و بلال احمد فاطمی آگاه ارشد روابط بین الملل به این بحث میپردازیم. فاطمی صاحب، همین بحث را من دوباره میخوام از شما پاسخ واضح تر بگیرم که تصویر امکان حمله دوباره پاکستان یعنی چی و چطور خواهد شد؟ ما میخوایم که ما گپی را زدم رو مستند بسازم که ما چی به کدام بنیاد گفتم که به افغانستان تسلیحات میایه و دو دلیل داره. یکی ما قبل در شروع صحبت با شما گفتم که امریکا در پشت پاکستان هم ایستاده است و در پهلوی هندوستان هم است که از طریق از افغانستان تقویه میکنه، یعنی از دو جانب تقویه میکنه. هدف امریکا زدن پاکستان است که پاش در افغانستان بچسبه و ایره بزنه. و ای که ما گفتم که تسلیحات میایه، ایره ما به اساس یک سندی که شما دیدین که با تاریخ 9 اکتبر روز پنجشنبه وقتی که متقی به هندوستان رسید، پاکستان بالای افغانستان حمله کرد. در اونجا صحبتات تغییر خورد. در اونجا مسائل نه تنها که به رسمیت شناختن اونا را خب عقب گذاشتن. هندوستان تا این حد به پیش رفت که اگر فرضاً ما و شما که به رسمیت شناختن نشد، ما اینا حاضر هستن که با شما قرارداد امنیتی داشته باشند تا بتونن در افغانستان امنیت ضرورتای را که داره او را پوره کنه و این بدون اشاره امریکا ممکن نیست. یعنی اگر با شما اسلحه داده میشه تو نیست که تعهدات بین‌المللی مشکنانه، بلکه در رسایه امریکا اونجا پاکستان رو تشویق میکنه که درای که تو را بزنه پاش بند بانه. اینجا هندوستان هم میگه که تو را همکاری کنه. هندوستان به وضوح بر شما گفت که اگر بار دیگه بالای سرزمین افغانستان تعرض صورت میگیره، هندوستان حاضر است تا به هر نهایتی که باشه با افغانستان کمک کنه. هر نهایت دیگه شما چی نوع تعبیر میکنین؟ با کدام منوال تعبیرش میکنین؟ دیگه مانعش نمی است و هیچ کس از خاطر از اینکه من مراوده‌های بین‌المللی را نقض نمیکنم و ما باید چون به این مانای بی‌طرفی را نداره. مانای بی‌طرفی خو این نیست که دشمن سر تو حمله کنه، تو دست و پای بستکدگی شته باشه. من نمیخوام که اما فاطمی صاحب این سناریو آیا به خوش چین و روسیه هم خواهد خورد؟ ببینن در زمانی که اگر پاکستان تعرضات خود بیشتر ساخت، طوری که وزیر دفاعش گفت که اگر ضرورت شد تا کابل از روی زمین میریم، این گپ خواجه آصف زد. اگر شما نشنیدین برین دوباره بشنوین. این گپ زده که اگر ضرورت شد داریم و ما در مقابلش در اون روز بعدش باز گفتم که خدا بیارید. من از خدا گفتم که من دعا میکنم که تو را خدا به کابل بیاره که ما باز ببینیم تو چطور میبری. در اون صورتی که اگر اینا اشتباه کنن، ایران، روسیه و هندوستان این سه کشور در پلویتان استاد میشه. درست. ما در برنامه قبلیتان گفته بودم که چین هم این نام نمیبرم چرا چین نمیشه در شامل، اما سه کشور دیگه در پلویتان استاده میشه و در برای دفاع خودی ما حق داریم که ما تقاضا کنیم. تا چی وقت فضای خود باز بانیم که بیا زده بره و ما بگیم که ما خو ولد چیز است، ما از کسی تسلیحات نمیگیرم. این تسلیحات تو بخوای نخوای، نیاز و ضرورتی تو اصیل تو به دست میاری و دنیا با تو همکاری میکنن. سیستم همینطور است، بازی ها به امیت منوال است که این همکاری با تو میشه تا تیاری پاکستان زده شد. وقتی که تیاری پاکستان زده میشه، اون نیاز پیدا میکنه که از امریکا دیگه تیاره بگیره. وقتی که میزایل به اسلام آباد میره، اون نیاز پیدا میکنه. این چیزی است که امریکا میخواد که پاکستان فرو رفته بره، نیازش بیشتر شده بره تا امریکا او را بیشتر در ولکه خود بیاره که در نهایت بر شما ایره ما تشریح کرده بودم که بم اتمیش از پیشش میگیره، کمربند اقتصادی چین از بین میبره، بلوچستان و پشتونستان از پیش آزاد میکنه تا گوادر بدشان بیار. بنان در عقبی از این جنگ که هندوستان امریکا داره که در این منطقه اهداف بسیار بزرگی داره که او یکیش شکستاندن چین و اقتصاد چین است در اینجا و در این حال گرفتن اتم پاکستان است. در این بابت هندوستان که یکی از نزدیکای امریکاست، او را نشان میده که از ما دور شده، این با افغانستان روابط داره و من این در پلی پاکستان هستم. اما در دو و یک مثال بسیار کوتاه براتون میتونم که مثال تاریخی است. وقتی که عراق و ایران می جنگیدن، امریکا هم به عراق اسلحه میداد هم به ایران اسلحه میداد و حتی ایران اسلحه خود مستقیما رفته از اسرائیل ورداشته. در سال 1988 زمانی که اوج جنگ ایران و امریکا بود، امریکا و ایران که اسلحه میداد در جنگ ایران و عراق، وزیر ایران رفته به تل ابیب، رفته در اسرائیل از اینجا اسلحه را گرفته آورده. بنان در این رقم این ممکن است که امریکایی بازی را کنه و این هم ممکن است که ما تسلیحات خود از کشورها به دست بریم تا دفاع خود را داشته باشیم و ان شاء الله این امکان داره. خیلی ممنون. و تفسیری دارین؟ خب ما تفسیر داریم و بسیار با پوزش به صحبت جناب فاطمی صاحب.
یک خود جنگ طعم تلخ دارد و 45 سال افغانستان آن را چشیدن. این را هرگز ملت نمیخواهند که آری در نیابت دست دوم دستی علیه پاکستان شود و مردم و ملت پاکستان بیازو هم اعلان کردیم که رژیم از رژیم در پشت سرش امریکا هست. ما یک بدیل بسیار فوق‌العاده خوبی داریم. بدیل چی؟ اگر ما جنگ گرم برای اندازیم فکر کنیم که اگر ما و پاکستان با هم بخوریم یا با هم باشیم در جنگ، فکر کنیم پایده امریکا هست. این را 100% گفته میتونیم. چطور تمرکز کردن نمیتونیم به خاطر اینمی که یک حلقه که به خاطر نیابت سیوم و دومش که یا از طرف توسط هندوستان و یا از طرف اینمی که برای خود راه را باز میکنن که باز بالای پاکستان تسلیحات بفروشن و یا برای اونها داده بتانن، برای ما پایدش نمیرسه بدون اینکه جنگ برای انداخته باشیم، بدون اینکه برای ما یک دردسر دیگر به بار آورده شده باشد و هیچ وقتی با پول دیگه کس دکان خریده نمیشه و هیچ وقتی با اسلحه دیگه کس نمیتونیم که کامیاب شویم. امیالی اگر کامیاب میشد برین در اوکراین خود زلنسکی در مقابل روسیه کامیاب میشد. اونا به اسلحه غربیا و امریکا می جنگن و روسیه به پول خود و به اسلحه خود می جنگن. بحث دفاع ما واضح هست. ما اگر یک مرمی را بالای ما فیر میکنن، مجاهدین علیه آمریکا با چه امکانات جنگیدن؟ کی؟ مجاهدینی که فعلا حاکم هستند در افغانستان. ما گفتم بحث امی است. وقتی که ما در مقابل امریکا و ناتو مبارزه میکردیم ما از کس چیزی را نگرفتیم. اگر میگرفتیم در نیابت اونها می بودیم. ما که در مقابل ناتو در مقابل امریکا از کس کمک نگرفتیم و کسی نمیتونن بگوین که نمیره ما برش دادیم که ما مقابله کردیم، چطور میتونه که حالی در مقابل یک پاکستانی که چوچه و از او قدم ضعیفترشان هست که نه باور به این داریم که اتمشان کارا هستن و نه باور به این داریم که اردویشان به او قسم توانمند هستند و نه همچندان تاریخی خود دارن. اگر نه از بنگلادشی ها پرسان بکنین که در مقابلش چی کرده. درست. نه از با هند نمیتونن که با ایشان چیزی بکنن. در عمق پاکستان چندین اهدافشان زدن، چی در مقابلشان کردن. با اینها هرگز ما از کس کمک نمیتونیم بگیریم. نه اراده ملت ما هست، نه تمثیل منطقوی ما هست، نه خواسته های ملت پاکستان است، نه خواسته ملی ما هستند که ما دست علیه یا داغدار یک بحثی باشیم که آغاز کننده یک جنگ باشیم که یزوم یا دو طرف شد. اگر اونا حمله کردن و کشورها گفتن ما کمکتان میکنیم، رد کنیم. گپ چی است؟ اگر کمک میکنن دستشان بگیرن، اونا را منزوی‌تر بکنن. این پایده ما هست. ملتشان با ما هستن. هر چقدر که با طرف ما به چشم بد میبینن اونا حقیرتر میشون. اگر به سیاست های بزرگ میخوان که یک سیاست بزرگ به نیابت در افغانستان و در جغرافیا تطبیق میکنن، همین بزرگا برای ما سالانه دستشان بگیرن. ما میتونیم که جغرافیای خود مهار بکنیم. نمیخوایم که متجاوزین باشیم و این به این نمیارزه. به این نمیارزه که ما به خاک به یک جنگ تمام عیاری که یا خواسته باشن یا به یک نوع بهانه‌جویی باشن خود شامل بکنیم. پس هدف ما اینمی است که ما توانایی جغرافیای خود داریم. ای که طیاره را زده نمیتونیم، شاید افشا نکنیم که زده نتونستیم. اگر پردا میزنیمش واضح به این است که ما تا یک حد میتونیم که دست به کار پرتیم به یک نوع از راه راههای مسالمت آمیزی که بیشتر فاطمی سے اشاره کردن که فردا ممکن است زیاد التماس بخش اینمی است، زیاد باورمند هستیم که فردا یا پس فردا هندوستان افغانستان رو به رسمیت بشناسه. در اون صورتی که به رسمیت میشناسه باز میتونیم که همراهشان یک قرارداد استراتژیک امنیتی داشته باشیم. در این صورت هر کشور میتونه که یک استراتژیک پیمان داشته باشه. پاکستان که با عربستان دارن و اونا مدافعش میشه، از ما هم میشه به خاطر به جا شاندن پاکستان با هندوستان یک پیمان استراتژیک داشته باشه. بسیار تشکر جناب فاطمی صاحب. 1.5 دقیقه نتیجه گیری آخر بحث شما را میگیرم. خب ما نگفتیم که ما تجاوز میکنیم یا ما نگفتیم که ما با پاکستان، ما با هیچ کس جنگ نمیخوایم. اما وقتی که جنگ بالای ما تحمیل میشه، وقتی که اونا میان در کابل میزنن و 40 تن از اطفال و به حساب خواهر و مادر مرا میزنن و ما برشم تو چی به شیشته میتونم؟ هرگز نمیتونم. ای به این معنا نیست که ما از خاطر که ما تسلیحات نمیگیرم که ما نمیخوایم باقی دوباره ما جنگ دوباره در اینجا نمیخوایم. ما مخالف جنگ هستیم. جنگ 46 سال بالای ما تحمیل شده، مگرم
وقتی که اونا بیاین حق دفاع خود دارم یا ندارم و برای دفاع خود ما باید یک چیزی را بر دست داشته باشم یا نداشته باشم. وقتی که من نگفتیم ما میریم اسلام آباد میزنیم، وقتی که اسلام آباد با کابل بیاید بعد کاسر کابل باید تیاریش ما چپک کرده بتانم، ما باید دست ما بسته نباشه. وقتی که میزایلش میایه و فرزن ارگون مرا میزنه، ما باید میزایل داشته باشم که در اسلام آباد برسه که مزیش بچشه. در اون صورت حق دفاع خودی را ما داریم و این در شرایط ممکن است که شما با کشور روابط داشته باشین و روابط عمیق داشته باشین و این روابط ممکن که روسیه در این مورد با شما همکاری کنه، ممکن که هندوستان همکاری کنه و او را ما براتون گفتم که رسمیت شناختن هندوستان گفت که این مسئله خورده است به رسمیت، بیاین قدم بالاتر میگیریم و او به قدم بالاتر به همین مفهوم است که اونا حاضر هستن و شما را پشتیبانی کنن و یک مملکت یک ملت این حق داره. ما درست است که ما با اسلحه در طول تاریخ ما از خود اسلحه نداشتیم، اسلحه ما از بیرون بوده، یا روسیه برای داده یا کشور دیگه برای داده. میزایل در طول 40 سال گذشته از اینمی جایا بوده. تا زمانی که ما با پای ایستاده شویم و خود ما تولیدات شروع کنیم، اوی جای افتخار خواهد بود که افغانا این کار کنن و ان شاء الله این کار شوه. آنم بعضیا پرسان میکنه که این میزایل که 400 کیلومتر میزنه این کدام میزایل است؟ هر روز اینمی سوال است، این اسکاد است، این از کجا است، این کی زد، ایره کی داد؟ من جواب اینمی است که اسکات خود نیست، از خاطر که اسکات دستگاهش وجود نداره و او نفر تکنیکی ضرورت داره. افغانستان نفرای تکنیکیش نداره، بنان مسئله اسکات نیست و هر کسی که داده خانه‌اش آباد. تشکر. اونمو چیز پایه پاکستان تضعیف کرده، او با راکت‌ها و با تیارای خود غرض میفهمه که افغانستان نداره. ما پهلوان هستیم که دست و پای ما بسته شدگی است، ما باید دست و پای ما آزاد شود و بتانیم که در مقابل دشمن ایستاد شویم و اگه اونا بالای ما حمله میکنن ما باید جواب متقابل داده بتوانیم. سپاسگزارتان. و تکسب کنیم دقیقه چه باید کرد؟ یک خوب بگویم رونا داریم، اورگان داریم، لونا داریم و افراد مسلکیش هم داریم و تانگای روسی را هم شاید رسانه ها را شنیده باشین که پس هم ترمیم کردیم و تمام جبهه‌خانه های نظامی ما پس به مو شکل اولیشان برگشته و دارن ترمیم میکنن تمام بخشا. یک بحث دیگه ما شما دیدین دی جنگ بسیار خوب ثابت کردیم که ما کی هستیم. پاکستان آمدن در افغانستان اطفال به شهادت رساندن، افراد ملکی را به شهادت رساندن، ولی در 2500 کیلومتر از هلمند تا نورستان تمام پوسته های نظامی در یک شب در 3-4 ساعت ما فقط نظامی هایشان کشتیم. این می رسانند که کی جابر هستند. ما انتقام واقعی را گرفتیم. ما انتقام واقعی را گرفتیم، از کسی گرفتیم که بالای ما حمله کرده بودند. بالا افراد ملکی. از اونمو افراد ملکی انتقامش گرفتیم. اینیا باز جرأت کردن نمیتونن. اگر باز امی رقم بکنن امو خشتی که امیال افتیده بری اونا هم که پس ایمار بکنه ماندنیشان نیستیم. بحث یکی. بحث دومی ای است که ما اگر دفاع میکنیم ما بدیلهای فوق‌العاده را بری خود ترسیم کردیم، از نگاه عقیدوی، از نگاه فرهنگی، از نگاه جغرافیایی، از نگاه سیاسی و حتی از نگاه نظامی. در نظامی شما دیدین که کامیاب شدیم، در فرهنگی دیدین که همکش هستیم، در دینی دیدیم که مشترکات ایدئولوژیک داریم، در عمق جغرافیای پاکستان داریم، در سیاسی دیدین که در قطر تمام منطقه را سرش خبر کردیم که دستی علیه دیگه کس هست. در پالوی نها از که در بالاتر دیگه چی داشته باشیم؟ یک مملکت به کرول یا به میلیاردها دلار مصرف میکنه که در یک منطقه دیگه نفوذ داشته باشه. ما فکر کنیم که باری اول است که افغانستان در عمق پاکستان نفوذ فوق‌العاده داره. بسیار تشکر از شما. اما بیننده‌های عزیز پس از میان برنامه کوتاه بحث را دنبال میکنیم. آقای فاطمی، آیا رابطه بین توافق کابل و اسلام آباد و نزدیک شدن قطر و هند به لحاظ دیپلماتیک با کابل وجود داره؟ نه خیر، این با او ربط نداره. چرا که موضوع قطر و موضوع صحبت‌های پاکستان با امارات اسلامی دو موضوع جداگانه است. اونا عمل کردن در مقابل افغانستان، شکست خوردن و وقتی که فشار در داخل نظام آمد مجبور شدن که خود از یک در برهانن، به طرف آتش بس رفتن. موضوع قطر که است موضوعی است که از قبل بوده
و چون موضوعات منطقوی هم فعلا قطر فعلا هم بازی میکنه بعد از که یک شکست بزرگی که از طرف حمله اسرائیل بالای صورت گرفت و یک عقب نشینی صورت گرفت، خب او را پس دوباره ترامپ ترمیم کرد و چیزا مجبور ساخت به این نتانیاهو را که عفو بخواه. این بار اول بود که اسرائیل از یک کشور عفو میخواه برای حمله خود. شما در تاریخ اسرائیل نبینین که به جای حمله کرده باشه باز عفو خواسته باشه. از قطر عفو خواست، دوباره او را در صحنه آوردن و دیگه آمدن هندوستان در این منطقه هم یکی از بازی های ما این را بار تشریح کردیم که تپاندن پاکستان هم یکی از جزء پالیسی های امریکا است که او را در اقدام بیندازن و چون هندوستان از لحاظ روابط استراتژیک با امریکا نسبت به پاکستان بسیار مقام بالا داره. یعنی من بار میگم که در دنیا دو کشور است که آب سنگین برش امریکا میته، یک اسرائیل است یک هندوستان است. از این روابط عمیق هندوستان و با امریکا را شما دانسته میتونید. بنا نزدیک شدن هندوستان در پهلوی شما و این گپ مرا پارسالم زدیم پرار سالم زدیم که بعد از این جریانات افغانستان از طریق هندوستان با امریکا تعقیب خواهد کرد، نه از طریق پاکستان. بنان در اینجا شفت کلان را شما که میبینین وی است که پاکستان تشویق میکنه که در جنگ پاش بچسبه، هندوستان تشویق میکنه که کمر امارت اسلامی را بسته کنه و این تنها نمانه و انشالله میتونم خواهد شد اگه پاکستان دوباره حمله کردنی است و شما خواهد دیدین که حمله را بسیار زود میکنه، امروز یا فردا دوباره حمله میکنه، چرا که او چیزی که میگه که تهمت میگه بالای ما و ما میگیم که ما دو شریک نیستیم، او عملیات داخل سرزمینش است که اون نهایتا زیاد هم شده و قوی شده. هرچی اونجا عملیات زیاد میشه این بیادبی معاف باشه بسیار زیاد سگ دیوانه واری دندان میکنه، وقتی که دندان میکنه او دیگه طرف زورش نمیکشه بالای افغانستان دندان میکنه. بنان هندوستان در پهلویتان حتما شما را از لحاظ تسلیحاتی همکاری خواهد کرد و این بار که پاکستان یا هوایی دفاع هوایی ما شما انشالله قوی خواهد شد و دفاع به حساب همون میزایل و راکتایی که اینا میارن میزنن، اگر فرضاً یک تایر از اینا را ما بزنیم و یک میزایل به طرف اسلام آباد بزنیم، از این کار خودم باز باقی میشینه و از این بابت هندوستان در پالیتان خواهد بود. بنان موضوع قطر و هندوستان ربط با قرارداد امنیتی پاکستان نداره، او یک چیزی است که اینا در عجله با شما میخواین اما پاسداریش ندارن. سپاسگزارتان هوتک صاحب. ارزیابی شما از رابطه کابل و اسلام آباد تا نزدیکی دور دوم گفتگوها در ترکیه چی است؟ خب ما یک چیزی رو در رابطه با این صحبت ها خواهد داشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سلام به شما و از طریق شما به شنوندگان عزیز و دوست نهایت عزیز استاد محترم فاطمی صاحب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یک مقدمه را در رابطه به همسو شدن و یا هم بلند بردن روابط سیاسی قطر و هندوستان با افغانستان یک رفت باز نگاه دیگه برای بحث میتیم که با امریکا صورت میگیرن. قسمی که بحثا سابقه هم یادآوری شده و جناب فاطمی صاحب در رابطه به هند گفتن که هند همسوی استراتژیک یا هم پیمان استراتژیک امریکا هستند و میشه که در منطقه من حیث یک کشوری که سیاست‌های خود در منطقه که تطبیق میکنن با استفاده از هندوستان به پیش بگیرن و از طرف دیگر یکی از پارتنرهای فوق‌العاده و یک پول استراتژیک بگوییم یا یک دهلیز استراتژیک چی در بخش مصالحه است و چی در بخش تبادله اسرا بودن خواستن برای امریکا که برای وزیر خارجه قطر هم یک سندیس تقدیم کردن و از طرف امریکا برش داده شد. اونا هم یکی از کشورهایی هستند که همسویی با امریکا دارند. پس همزمان در یک روز ساختن روابط با افغانستان یک معنای دارد. خب یعنی ساختن همزمان هند و قطر تقریبا در یک روز بله هم قطر و هم هندوستان هر دویشان او را سفارت ارتقا دادن و او دیگه یک نماینده خاصی را به خاطر روابط با افغانستان تعیین کردن. معنیش چی است؟ معنیش این است که دارن میخواهند امریکا که با افغانستان از طریق رویارویی در مذاکرات در رابطه به اینکه این مشکل حل بکنن که با اونا دارن یا افغانستان توقعی را دارن یا مردم افغانستان توقعی دارن یا هم خود ثابت کردن هم در قطر و هم در مقابل در هند و او نزدیکی امارات او نزدیکی که در قطر شد بار دیگر یک صلابت و حیثیت افغانستان در جایگاه سیوم در مقابل پاکستان. یعنی بسیار واضح هست اگر پاکستانیا به خاطر دفع جنگ یا به خاطر
آمدن آتش بس در خط دیورند یا در بین دو کشور اگر می پرداخت به داخل افغانستان می آمدن و اینا اجازه می دادن، از طرف امارات بدش اجازه داده می شد، ملت قانع کردن نمیتونستند. و این وان که اون آمدن دیگه بس برش گفتن که ما دیگه نمیایم و جنگم نمیکنین، یک بحث بود. و یا اگر امارت اسلامی یا هیئت امارت اسلامی به پاکستان میرفتن، در اون صورت هم گفتن ملت میگفتن که اون پیش بادارا میرفتن و گفتن این بحث می بود. ولیکن یک حقیقت بسیار واضحی که دیگه به دست آمد برای پختگی سیاست امارت اسلامی افغانستان که جایگاه سیوم به یک نوع ترمیم کرد و عیار کردن که در قطر مذاکرات صورت گرفت و مذاکرات فوق العاده امنیتی. درست. رئیس استخبارات ترکیه، رئیس استخبارات پاکستان، رئیس استخبارات افغانستان با حضور رئیس استخبارات قطر با اینا تشکیل جلسه نمودن، یک جلسه فوق العاده نظامی در رابطه با اهداف منطقه و استقلالیت افغانستان تثبیت شد. ایجا تثبیت هم شد و یک مسئله بسیار واضح شدن که ایجا ما همسو هستیم، هم طرف هستیم و به یک نوع بازی میکنیم که اینمی کشورها با ما در میز میشینند. ما میگیم که اگر رئیس استخبارات قطر میشینه ای از منطقه دور نیست. درست. اگر از ترکیه میشینه از منطقه دور نیست. اگر از پاکستان میشینه از منطقه دور نیست. پس در این صورت یک معضل بزرگ دیگه حل شدنی هست. او سناریویی که پاکستان و یا هم به حمایت هر کشوری که بود آمریکا ترسیم میکردن او دیگه تغییر کرد، تبدیل شد به یک زمان دو پارتنری بزرگ با افغانستان همسویی کردن، با افغانستان روابط خوب ساختن و شما هم دیدین که خلیلزاد دیگه با آمد ممکن از تجربه های اونها دیگه هم استفاده صورت بگیره تا که به یک مرحله دیگه برسه. سپاسگزارتان فاطمی. پس سفر خلیلزاد ربطش چی است؟ من فکر میکنم این دو هدف داره این سفر. یکی ترمیم امو و شکستگی که از بابت نشست‌های شیطانی عاصم منیر با ترامپ صورت گرفت و او را به حساب شستشوی دماغی کرد و یک خلا در مدت 3 ماه گذشته در اینجا صورت گرفت. فکر میکنم برای ترمیم از او است و دوم برای امورهای چند زندانی دیگری که باقی مانده که هر چند نفره که هستن، بعضی ها میگن که 3 نفر مهم 3 نفر است و بعضی میگن که اون نفر عمومی لیست بیشتر از 24 نفر است. هر چند نفره که باشه اگر برای احیای روابط بهتری آورده میتونه و اگر برای ازی که ما از این منجلا به بندوبست های بین‌المللی خلاص شده میتونیم، قدم مثبت است که اگه صورت بگیره که دوباره این اوضاع ترمیم کنه، صحبت صورت بگیره و باز هیئت رسمی بیاید، چرا که زلمه خلیلزاد هیئت غیر رسمی است، نمایندگی از امریکا میکنه اما غیر رسمی است. حتما وقتی که مسائل اینا ترمیم کنن، صحبت ها صورت بگیره، دوباره برگردن. شما خواهد دیدین که یک هیئت باز عالی رتبه از اونجا باز خواهد آمد و این روابط استوار کنن. دیگه ای است که زلمه خلیلزاد یکی از افرادی است که مخالف پالیسی ها و دستاندازی های پاکستان در افغانستان است، اما چون بعضی وقت او کارا چیزایی را که به پلان های قبلی استبلیشمنت امریکا می باشه او را که تطبیق میکنن، باز اونجا مجبور است که زلمه خلیلزاد به حساب به یک زمان به کنار بره یا فرزند او رقم که میخواه که به افغانستان یک قدم مثبت برداشته شود و افغانستان دوباره به محیثیت قبلی خود در موقف جهانی ایستاده شود، باز او را انجام دادن نمیتونه. اما کوشش خود من حیث یک انسان، یک افغان داره میکنه تا افغانستان در مقابل پاکستان از کام پاکستان بکشه و در جایگاه خودش ایستاد کنه که یک قدم مثبت است، قابل تقدیر است. ولو که خطاهایی که از خلیلزاد صورت گرفته بسیار زیاد است در طول 30 سال یا 40 سال گذشته که از زمانی که ما جوان بودیم هنوز در صنف 9 و 10 بودیم خلیلزاد هم میشناسیم که در پاکستان به چه حیثیت کار میکرد. یعنی یکی از پرسابقه ترین کارکنای سیایی امریکا است. بنان خطاهای بزیادی را در حق افغانستان کرده. اگر میخواد که داخل عمر رو اصلاح کنه و با مادر وطن خود یک خدمت کنه که دوباره از امو درد و رنج که کشیده بره، ما ایرا یک قدم مثبت میدانم، تقدیر میکنم و میگم که قدم خوب است. از این بابت آمدنش ما یک نوید خوب و یک سردرد برای پاکستان میدانم که اونا هر بار که زلمه خلیلزاد با منطقه میه پای اونا میلرزه و خطا میشن که باعث خوشی افغانا میشه. بسیار ممنون. بیننده عزیز، وقفه کوتاه میگیریم و باز میگردیم.
ادامه گفتگو. اوتک صاحب، یک اختلاف نظر بین پاکستان و افغانستان در این روزا وجود داره که پاکستان میگه که یک سری چیزهای پنهان در توافقنامه ما است، اما امارات رد میکنه. ما با آقای ذبیح الله مجاهد 2 روز پیش گفتگو داشتم، همین سوالا پرسیدم، اونا رد کردن. تازه در گفتگویی که کردن با یک رسانه خارجی هم تاکید کردن که هیچ چیزی پنهانی نیست، فقط چون نهایی نشده منتشر نشده. معنی از این چی است؟ یک خود جناب ضریر صاحب، ما تعصب به این میکنیم همی جنگ تبلیغاتی به اندازه قوی است که یگان وقت در رسانه های مثل که شما یا کسایی که سوال میکنن تو باورمندیش به این است که از یک کسی توضیحات بخواید این رابطه. این بسیار سخت است و بسیار به صراحت گفت کار ما بحثی امنیتی است. نه گپی ما این نیست، خدا نخواسته که شما را میگیم. گپی ما این است که به صورت کل جنگ تبلیغاتی با وضعیت فوق‌العاده‌اش ادامه دارد در مقابل هر توافقی. البته از طرف افغانستان در جنگ ما هستیم دیگه. تقریبا ما طرف هستیم، مال توضیحات میتیم. ما گفتم که به عنوان یک کسی که رهبری هیئت میکردن در قطر، خود مجاهد صاحب بود و اونها یک دفعه در قطر گفتن که بحث ما اینی است. 3 نقطه. بعد از او که از او پس آمدن، باز پشتی اونا را تبلیغات نماندن و او را تعقیب کردن تا که باز گفتن که از وزارت دفاع که اعلامیه را صادر کردن که بحث همیسی هست، ضمایمی دیگه وجود نداره. باز هم شما در من حیث یک رسانه صحبت کردین، امرایشان باز برید گفتن که همی هست. حالی باز هم میگن تقریبا روز 3 و 4 است که بحثی دیگه وجود نداره. پس افغانستان هیچ معامله پنهانی با کسی کردن را جرأت ندارند. ملت افغانستان خواب برده نیست. باور بکنین من حیث یک نظامی که بالایشان مسلط است، اگه اراده مردم تمثیل نکنه به پرده دیگه گیره میشه جمع. اگه پاکستانی با بس دامن میزنن جنگ تبلیغاتی میکنن. یقینا بس جنگ تبلیغاتی هست. میخواین یک چهره را سرکوب بکنن، زیر فشار بیارن، از طرف مردم برش گفته شود، سوشل میدیا در مقابل اونها کامنت ها و تبلیغات برا بندازن. تقریبا گفتم که 4 بار ما از مرجع های بسیار موثقی مثل شما، مثل خود وزارت دفاع، مثل کنفرانس خبری خود مجاهد صاحب، مثل توییت های سخنگوی امارات اسلامی افغانستان، اینیا بازم جوابگو نیستن. ولی چی میخواین از این بحث؟ درسته. پس ما پاسخ ما از این گرفتیم، میریم دوباره به آقای خلیلزاد. شما فکر میکنین آنگونه که آقای فاطمی مثبت میاندیشن، آقای خلیلزاد این بار با نیت نیک افغانستان آمده؟ فکر کنیم که خلیلزاد به عنوان معمار توافق دوحه و من حیث یک شخصیتی که تقریبا 3-4 دهه در سیاست افغانستان مستقیما شخصی دخیلی بوده که پالیسی های ایالات متحده ای امریکا و بلکس از طرف جغرافیا و منطقه را دوجه هم ترسیم میکردن و در پالی اونها نقاط ضعف و نقاط قوت اونها را میچیندن، برنامه ریزی میکردن. یکی از افرادی هستند که به هر لحن و رنگ چی دارن، به یک نوی به هر لحن و به هر رنگ و به هر نویتشان بلدیت دارن. گپ دویمی است. حالی یک نفری که میاین ترمیم کاری میکنن در رابطه با وضعیت، اطمینان میتن یا در پالی اونها توضیحات میتن یا یک نوی میخواین که یک تخته خیط زدن دیگر را برش آماده بکنن به خاطر پیشرفت روابط امارات اسلامی افغانستان با آمریکا در رابطه به بهبود، در رابطه به جرد شدن معاملات و تفاهم و اینیا، در این راستا فکر کنیم مؤثر بوده و تا حالی که ما تا کدام جایی که میبینیم در رابطه به افغانستان همیشه نظریاتی را میدهد که سبب نجات مردم، سبب رفاهی مردم، سعادت مردم، در پالی اونها به یک نوع لابیگری فوق‌العاده غیر رسمی درست برای افغانستان کردن و تعلیم میکنن. قطع نظر از این که بگویم امارات اسلامی میکنن، بلکه بله مردم افغانستان، به ملت افغانستان. ما فکر کنیم همون گپ جناب فاطمی صاحب بیخی به جا هستند در این رابطه که در عمر آخرشان فکر کنیم که به خدمت به مادر وطن در پیشه گرفتن و میخواین که این روابطی که با غرب تیره هستند، با امریکا تیره هستند، به یک نوع ترمیم بکنن و افغانستان هم از این منجراق برای. سپاسگزارتان. فاطمی صاحب، شما که در آغاز گفتین پاکستان بالاخره باز نقض خواهد کرد، سوال من این است که ادامه گفتگوها بین کابل و اسلام آباد با میانجیگری قطر و ترکیه پس معناش چی است اگر حتمی است حمله پاکستان؟ هیچ معنایی نداره. پس بعد ما براتون
در مورد امی سوال قبلی که از جناب اوتک صاحب کردین، ما کمی توضیح میتونم. برنامه امروز اردو برنامه پشتو و فارسی ما را اگر برین که چند ساعت قبل نشر شده سر نمی موضوع است. چرا که میدیای پاکستان اگر شما ببینین در اونجا بسیار تبلیغات منفی است. همی که اوتک صاحب گفت که جنگ تبلیغاتی است، به کلی یک جنگ تبلیغاتی است برای تشویش اذهان مردم افغانستان. ایره مطرح میکنن که ما اینجا یک معامله سری با افغانستان کردیم که هیچ گفتن نمیتونیم. اونجا در اون نطاق که از خواجه آصف پرسان میکرد اونجا نقطه را که گفت من بتا نہیں سکتا، من گفتن نمیتونم. او شیطان لعنتی تو چی پوت است که تو گفتن این تشویش مندازن. مردم میگه والا اون دیورند معامله کردن، اون طالبان تسلیم شدن. مدامی برنامه خود گفتیم که برادر برای افراد خود اعتماد کنن، به وزیر دفاع خود اعتماد کنن، به ذبیح الله مجاهد اعتماد کنن. او براتون میگه که هنوز معامله سوره هنوز معاهده امضا نشده، مرحله ثانی ازی هنوز معطل است. در نشست به تاریخ 25 که در ترکیه صورت میگیره اونجا صورت خواد گرفت و تای خواد شد. یک چیزی که هنوز تای نشده، یک چیزی که هنوز به فاینال نشده. شما ببینین ایندین اکسپرس دیروز بالای از این مضمون نوشته کرد. ایندین اکسپرس در این مورد نوشته کرد که معاملات بسیار عمیق بین هر دو کشور وجود داره و هنوز به یک نتیجه نرسیدن. تا که اینا به یک نتیجه نرسن اینا امضا کردن نمیتونن دیگه. و تا همون نشرش درست نیست دیگه آنگونه که آقای مجاهد نه. ذبیح الله مجاهد واضح گفت که وقتی که معامله صورت بگیره به یک نتیجه برسیم بازور در انظار مردم مگذاریم و مردم را خواهد دید. گپ ما ای است که این معاهده امضا شوه و امضا نشوه. پاکستان در اونجا هنوز از دوحه اینا در طیاره پس نشیشته بودن، حرکت نکرده بودن که اینا آمدن در اینجا دوباره حمله کردن. بنابراین این نقص وقت نقص شده. مثل این مسئله غزه است. در اونجا رفتن در شرم الشیخ شیشتن معاهده را امضا کردن، دو روز 110 نفر دیگه در غزه شهید شده. کدام معاهده؟ ببینید معاهدات اسرائیل که است، پاکستان اسرائیل دوم است، یعنی یهود دوم است. این دو کشور یهودی یعنی پاکستان و اسرائیل اینا هیچ تعهد ندارن. چرا ایمان به تعهد ندارن و یکی از اعمال شیطانیشان است بنان اعتماد کردن بالای پاکستان. این غلط گپ است. ما میفهمم که امارت اسلامی چرا این کار کرده، برای اتمام حجت کرده که باز فردا برای ما کسی نگویه که ما شما را به دیپلماسی قاسم نامدین. اینا برای اتمام حجت به قطر رفتن تا کشورهای زیدخل مثل ترکیه و قطر که مردم افغانستان برشان احترام داره و احترام به جای کردن. مگم یک فایده ای حرکت کرد و اوی بود که چیره پاکستان با این دو کشورم به کلی افشا کرد. چرا بالای میز وقتی که پاکستان گفته شد که تو اسناد بگذار، اونا سند نداشتن، اما امارت اسلامی اسناد برشان گذاشت و گفت که این افراد داعش و خراسان اینا در افغانستان تروریسم میکنن، در آسیای میانه تروریسم میکنن، در ایران تروریسم کردن، بنان دشمنای منطقوی و بین المللی هستن. این اسناد با جایگاه هایشان هم میگی. و این ترکیه هم در اونجا دید و این قطر هم دید که اونا بدون سند صحبت کردن، تهمت گفتن و بدون سند بودنشی بود که در دم روی از دو کشور امارت اسلامی بالخصوص عبدالحق وثیق برشان گفته بود که شما آمدین کابل زدین، گفتین ولی محسود زدین، در پاکستان زنده برآمد. آمدین برمل و ارگون زدین، گفتین که حافظ گلبهادر زدین، در پاکستان زنده برآمد. بنان هر دو ادعایتان دروغ و کاذبانه بود. اما از ما لیست ما حقیقی است. این افراد مثل عبدالحکیم توحیدی را، شهاب المهاجر، به امیر رقم صلاح الدین رجب، عظام و دیگران را اینا را برای ما بسپارین. اینا در اونجا افغانستان یک پرستیژ بالا گرفته. افغانستان آیسته آیسته اونجا به اونا ثابت کرده. پاکستانی که میره در روی ترکیه هم دروغ میگه، در ملل متحد هم دروغ میگه، در هر نشست بین المللی بالای افغانستان ایلانی تروریسم است و این برای من خطر است. در اونجا در این نشست قطر این برای قطر و ترکیه ثابت شد که اصلا تروریست پاکستان است. این داره در منطقه و این افغانستان است که برش میگه که من نمیخوام که به طرف تو کسی بیای و نه کسی را به طرفت میمانم، مگم تو که مجرمی نداری او را برای من بسپار. ای که موضوعات در اونجا در عمق بند مانده و نشست بعدی در ترکیه میشه. یکی عوامل شنمی است که افغانستان این دفعه
یک پوزیشن مستحکم داره و اینا گفته که برای ما جوابتان نتین، ما این کاغذها را که شما امضا نمی کنیم که امروز شما ببینید در طول 4 سال بیش از 6 بار خط ترانزیتی با پاکستان امضا شده. اونجا امضا میشه، اونجا دروازه ترخم بسته میکنه. بنان به این یک امضا کردنی که مانا نداشته باشه چی به کار است؟ از همین خاطر شما اگر لحن یعقوب مجاهد ببینین، او بسیار واضح گفت که برادر هر نوع مایده و چیزان باشه، اگر بر سرزمین ما با چشم چپ دیده شد و بالای ما حمله شد، ما حمله بالمتقابل میکنم و ما بدل خودم میگیرم. و از همین خاطر کوشش ها روان است که افغانستان وسایل و ذرایعی را باید در دست داشته باشه که پاکستان چون مطمئن است که اینجا چیزی نیست، دافع هوا نیست، راکت نیست، میزایل نیست، میای کابل تا بمبارد میکنه. وقتی که شما یک طیارهش انشالله بزنین و یا فرضاً یک میزایل به طرف اسلام آباد بره، بعد از او باز پاکستان دیگه جرأت نمیکنه که به افغانستان با چشم بد ببینه. و انشالله در این بابت صحبت ها روان است. انشالله کمک ها در قریب خواهد رسید که امید است قبل از حمله بعد دیگری که پاکستان تصمیم داره و واضح است، چرا که صحبت های وزیر دفاع و افرادشان اگه شما بشنوید اونا میگن که ما یک عمل دیگه در پاکستان شوه ما باز با افغانستان میریم و عمل خو هر روز شده میره. برای نمی برنامه امروز مرا ببینین، ما 4 روز امروز برای دنیا ماندیم. شما میگین که افغانستان بی ثبات است. بی ثبات کی است؟ تاریخ 19 20 21 22 4 روز عملیات ها را ببینین در پاکستان. در افغانستان در 4 سال یک عملیات از اون نشده. بی ثبات کی است؟ کی به طرف اونا میگن افغانستان به طرف خانه جنگی و ورشکستگی روان است، یعنی که از جنگ های تبلیغاتی است. و کلانترین تحلیلگرشان که بسیار یک شخصیت بین المللی هم است، یعنی آقای نجم سیتی گپا میزنه. تشکر. گپا میزنه که افغانستان بنان ما این برشان پیش کردم که در 4 روز به طور نمونه برتان میگم که در پاکستان ببینین که کی به طرف ورشکستگی روان است. ما طرف ورشکستگی روان هستم یا تو به طرف ورشکستگی روان هستی؟ ما طرف تقسیم هستم یا تو طرف بی‌ثباتی روان؟ بنان یک جنگ تبلیغاتی است و ما در جنگ تبلیغاتی باید ایسی خود بگیریم و دفاع سرزمین خودم کنیم، دروغای از اینا رو باید دفاع کنیم و با مردم بتیم. و الحمدلله خوب است که برنامه‌های ما را میگیرن، ترجمه میکنن و برشان میرسه و گوشه‌شان باز میکنن. بسیار تشکر. اوتاک اگر دوباره حمله شود و اون هم فاطمی صاحب یک خوشبینیشانی است که شاید کشورهای مثل هند این بار مثلا سیستم دفاع هوایی به افغانستان بتن، به این پیمان پیش بینی میکنین شما؟ امی گپ دادن سیستم ها فکر کنیم دور است. افغانستان در بخش تجهیز تسلیحات و این بخش ها مدت خود دارن تا که روابط به اون اندازه برقرار بکنه با کشورها و اگر فعلا در مقابل اسرائیل یا در مقابل پاکستان قسمی که فاطمی صاحب اشاره کردن که بادار اصلی ایشان و نمو امریکا هستند و مشترکات واضح در منطقه بعضی بودا هستند، به یک نوع ترجیح میتن کشورهایی که کلان آسیای مرکزی است به یک نوع به جنگ نرم ابزار نه به سخت ابزار، چی از نگاه سیاسی باشه، چی از نگاه اقتصادی باشه و چی از نگاه برچیدن نفوذی اونها هستند. فکر کنیم که حال تمام منطقه باورمندیش به این است که جنگ صورت نگیره و جلویش جنگ گرفتن نمیگیرن. قسمی که راه بدیل ریل چینایی‌ها میخواین که از خاک افغانستان با ایران وصل بکنن، یک چیزی هستن که جلوی تداخل و باز پایگاه خواستن امریکا را در افغانستان میگیرن. درست. یک معنا و دیگه بحث دمیج متمرکز میسازیم که این کشورها چطور نمیتونن در یک جنگ واقعی، چون هر کسی که میال با امارت اسلامی افغانستان تسلیحات بتن به یک نوع از تمام پیمانی که با جامعه جهانی که تالی او را نشکستاندن در شورای امنیت و او را میده نکردن، فکر کنیم هر کشوری که اقدام میکنن که همین رسمیت شناسی هم در بحث شامل هستن، هر کسی جرأتش نداره بیدن از روسیه که جرأت کردن این بند هستن به اونمو بخش. پس در این بخش هر کسی که اقدام بکنن به خاطر دفاع حریم افغانستان فکر کنیم که یک نوع جنجال اگه این منتفی است پاکستان حمله میکنه باز ما مطمئن هستیم گپ ما در میجه هست که تمرکز می داشتیم بحث در میجه بکنم. یک مشابهات اسرائیل و پاکستان به هم تشبیه میکنیم که اونها عین عمل پیش میبرن قسمی که پاکستان و عمل پیش میبرن. شما ببینید اسرائیل علیه تروریسم
کمره بسته کردن که ما تروریسم از بین میبریم و تروریسمش کی است؟ حماس است. و آمدن جغرافیا را نقص کردن. هیچ مجوز با خود ندارند. در پالی اونها حامیشان آمریکا هست، پشتیبانی ملی ملت خود با خود ندارند و حتی تمام جهان از پیشان نفرت دارند. در کنگره یا در جلسه سازمان ملل، جلسه سالانه سازمان ملل، تمام کشورها از پیشان برآمدند وقتی که صحبت نتانیاهو بود. حالا بیان پاکستان، اینها هم جنگ در مقابل تروریسم برآ انداختن و جغرافیا را هم برشان مشخص کردن که از طرف افغانستان میآیند. او جنگی که در داخل عمق جغرافیای خودشان هست. قسمی که فاطمی صاحب اشاره کردن کابل بمبارمان کردن، گفتن که فلانی را کشتیم، اونا از پاکستان برآمد. برمل بمبار کردن، گفتن فلانی را کشتیم، اونا در پاکستان برآمدن. پس این یک جنگی به یک نوع یک تصویر کردن و یک سوژه جور کردن در مقابل ای که عین عمل انجام بده مثل که اسرائیل انجام میده یک شباهت و باز هم آمریکا پشت سرش. دوم تشبیه شیمی است که مشابهت داره با اسرائیل که اونا هم حریم فلسطین نقض کردن. پاکستان هم حریم افغانستان نقض کردن. در حامی اونها هم امریکایی هستن، حامی پاکستان هم امریکایی هستن، چون امیالی عملا در پاکستان تیاراتشون فضای افغانستان را نقص میکنن. تیارای بدون سرنشین میاین افغانستان به یک نوع زیر مراقبت دارن و از اداهای شمسی و دیگهشان که در پاکستان هست از اونموجه پرواز میکنن. دیگه بس است که از پاکستان کجا ملتش پشتیبانی کردن. ملتش خو از دادینمی حلقه یا رژیم پاکستان خو پشتیبانی نکردن. اوجه در اسرائیل هم رژیم مسلط است، در پاکستان هم رژیم مسلط هستند. پس در اینجا پاکستان هم مورد اعتماد نه منطقه است و نه هم جهانیان، یک علیه دست امریکایا و غربی ها میدانند. هر دویشان در اینجا به یک نوع استفاده میکنند به خاطر به مشکل آوردن در منطقه. ما فکر کنیم که منطقه به جای اینمی که یک جنگ حاد و گرم در این منطقه رخ پیدا بکنن، تمامشان کوشش ای را دارن که اینجا برای کس راه ندن. اینجا یک اتصال منطقوی را به وجود بیارن، یک اتصال اقتصادی را به وجود بیارن. پس اجازه نمیتن پاکستان دوباره حمله کنه؟ اجازهش بحث دیگه هست. یعنی افغانستان از این نمیترسه که اگر 20 و 40 و 50 دانه بمبار صورت بگیره. این بحث جداگانه هست. فکر کنیم که هر باری که حمله پاکستان بالای افغانستان میکنه به اونمو اندازه در منطقه بودشان اضافه میشه، در ملت بودشان اضافه میشه، ملت پاکستان از پیششان جدایی و روی میگردانند و در کنار اونها یک حرج و مرج بزرگ و برای انپاشی خود در داخل خود به یک مرض بسیار کلانی که عملا دوچار شده و یک بستر خود رفتن که پس از جمع کردن نباشه. بسیار تشکر از شما آقایان روح الله هوتک، آگاه و فعال سیاسی، و سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل، بابت حضورتان در این بحث و سپاس از شما که بیننده بودید. تا فردا شام لحظه ها بکام.